دیسکورد این میکروفون خیلی اینجام بود، گفتم که این ویدیو رو من قبلا یه بار رکورد کردم ولی چیز شد حاجی، تنظیمات این میکروفون خیلی من الان صدام رفت زیر تنظیمات این میکروفون من خیلی بلد نبودم واسه همین چیز شد، بعد شد اون ویدیو صداش. در چی می‌خواستم وایسید من اینو اوکی کنم. شاید تامنیل رو دیده باشین، تایتل رو دیده باشین، بگین که what the fuck dude. بعد چون اینو من دارم فکر نمیدونم چندم آپلود میکنم ولی احساس کنم فکر کنین دروغ 13 ولی نه. کامیونیتی ماینکرافت متاسفانه خیلی از یوتیوبرها هم اینو قبول دارن که دد شده. خیلی از ریویورها هم این رو میدونن که آقا کامیونیتی ماینکرافت دد شده. این ویدیو خیلی کوتاهه واسه همین اومدم یه کلام بگم که آقا من دارم میرم، تموم شد از کامیونیتی ماینکرافت. میدونم خیلیاتون منتظر ویدیوی جدید بودین ولی خیلی اومدن دی ام دیسکورد گفتن که آره دیمن چی شد ویدیو اینا. آقا تموم شد، من دیگه داخل کامیونیتی ماینکرافت نیستم، دلیلش مشخصه. کامیونیتی ماینکرافت مرده، فعالیت کردن توش فایده ای نداره. راستش به خودم فکر کردم گفتم که منی که الان میتونم کامیونیتی ولاگ، ویدیوهای جلو دوربینی، چالشی، ریل لایف معمولا بهش میگن، کار کنم، چرا نکنم؟ اگر کسی من رو به خاطر خودم دوست داشته باشه میاد و اون کانال هم میبینه، چون من دیمن اون شخص منم. اگه کسی واسه ویدیوهام مثلا منو میبینه، صرفا ویدیوهای من براش جذابه، تموم شد. دوست عزیزی که داریم ویدیو رو میبینه قربونت برم، تموم شد. اگر من رو واسه شخصیتم دوست داری و دنبالم میکنی، فالو میکنی منو، یه چنل جدید زدیم ما به نام ارشیفای، اسم خودم که ارشیاست، حالا اسم چنل ارشیفای هست. داخل اون چنل ویدیوهای جلو دوربینی، ولاگ اینا میذاریم با رفیقم و میتونید برید اون رو دنبال بکنید. همین الان هم یه ویدیو توش آپلود شده و آپلود شده. این ویدیویی هم که این پشته این میاد به زودی، یعنی ویدیو شد آره تا هفته دیگه، نمیدونم عشق. آره خلاصه اگر دوست دارید میتونید برید اون چنل رو دنبال بکنید. اگرم که نه صرفا کامیونیتی ماینکرافت خوشتون میاد که میخواستم اینو بگم، من میخواستم همینطوری برم، یعنی مثلا نه کامیونیتی پست بذارم نه ویدیو بذارم، ولی گفتم آقا شاید یکی باشه واقعا منتظر ویدیوی من باشه، یهو برم واقعا بیشوری کردن، نه توهین به شعور مخاطبه. برای همین گفتم که این بچه آدمیزاد بیام خدافظی کنم ازتون. این آخرین ویدیوه. یه کامنتی پست هم گذاشته بودم گفتم که آقا از ویدیوها لذت، این آخرین ویدیویی که گذاشتم همین قبلیه، لذت ببرید، خیلی ویدیوی خوبی هم بود و مگامونیکس عزیز توش بود. گفتم که آره از اون لذت ببرید. دلیلش نگفتم چرا، که الان دارم میگم آقا من دارم از کامیونیتی ماینکرافت میرم دیگه، دیمنی وجود نداره. این چنل هنوز پابرجاست، قرار نیست حذف بشه ولی من دارم میرم. میتونید بیاد اون چنل رو دنبال بکنید اگر میخواین. همین دیگه. فکر نمی کنم، احساس کنم این ویدیو نه خیلی ویو خوبی خواهد گرفت نه کامنت و لایک و اینا. خلاصه خواستم بگم آقا من دیمن دارم از کامیونیتی ماینکرافت میرم، دوستتون دارم هنوزم، چه داخل اون چنل بیان چه اصلا نیاین، خیلی دوستتون دارم، واسه همین فعالیت کردم این چند وقتم. خلاصه که ما رفتیم. امیدوارم یوتیوبرای بعدی که میان داخل کامیونیتی ماینکرافت پیشرفت بکنن. همین. خداحافظ.